ببین اینجا کجاست؟ نه آمازونه، نه مالزی، اینجا ایران خودمونه، وسط جنگل‌های نوشهر. یه تنگه مخفی و زیبا که خیلیا هنوز اسمش هم نشنیدن. اینجا تنگه دار نوشهره. برای رفتن به تنگه دار اول باید بری نوشهر و به سمت روستای کشک سرا بری که یک مسیر جنگلی بی‌نظیر داره و صدای پرنده‌ها که حالت رو عوض میکنه و مسیرش رو باید از داخل تنگه و داخل رودخونه طی بکنی و اون حس ماجراجویانش تازه شروع میشه. میرسی به یه تنگه باریک که دو طرفش دیوارهای سنگی بلنده و یه رودخونه زلال که از وسطش رد میشه. بعضی جاش تا زانو و بعضی جاشو تا کمر باید توی آب بری و هرچی که این مسیر رو جلوتر میری منظرها زیباتر، عجیبتر، فضا مرموزتر و هواش خنک‌تر میشه. اینجا یه جوری آرامش عجیبی داره که حس میکنی از ایران خارج شدی، ولی نه، اینجا دقیقاً وسط شمال ایرانه و خیلی هنوز نمیدونن که همچین جایی وجود داره. و خواهشی که ازتون دارم اگه اینجا رفتین زباله هاتون رو با خودتون برگردونین و این طبیعت رو تمیز نگه دارین. اگه عاشق جاهای بکری حتما پیج سفر در ایران رو فالو کن، چون ما هر بار یک نکته زیبای ایران رو به شما معرفی میکنیم. و لطفاً این پست رو لایک کنین و برای همسفرتون ارسال کنین. به زودی برمیگردیم با یک پست جذاب دیگه.